بسم الله الرحمن الرحیم. عالم محرم است، سلام علی الحسین. عالم محرم است، سلام علی الحسین. این ذکر عالم است، سلام علی الحسین. این جمله واجب است بگوییم و بشنویم، هر جا که پرچم است، سلام علی الحسین. هم ذکر فاطمه است، سلام علی القریب. هم ذکر خاتم است، سلام علی الحسین. بر زخمهای پیکر آقای لب تشنگان، این ذکر مرهم است، سلام علی الحسین. باز این چه ماتم است، سلام علی الحسین. این اسم اعظم است، سلام علی الحسین. صلی الله علیک یا ابا عبدالله الحسین. و سلام به روی ماه همه شما دلداده ها، عاشقا، عزادارای امام حسین جان. الهی که حالتون خوب باشه، سلامت و تندرست باشید. شب سوم محرم الحرام. امیدوارم تا به اینجای محرم همه شما ارادت هاتون، عرض ارادت ها و محبت هاتون، سوگواری هاتون، چای ریختن هاتون، سینه زدن هاتون، کف جفت کردن هاتون، سخنرانی هاتون، نمیدونم هر کس هر کاری برای امام حسین کرده، انشالله همش به شایستگی مورد قبول امام زمانمون قرار گرفته باشه. خیلی خوش آمدید به این نوبت از مجموعه برنامه یاد خدا. السلام علی من اطاع الله فی سره و علانیته. السلام علی من جعل الله الشفاء في تربته. السلام على من الإجابة تحت قبته. السلام على من الأئمة من ذريته. السلام على ابن خاتم الأنبياء. السلام على ابن سيد الأوصياء. السلام على ابن فاطمة الزهراء. السلام على ابن خديجة الكبرى. السلام على ابن سدرة المنتهى. السلام على ابن جنة المأوى. السلام على ابن زمزم والصفا. السلام على المرمل بالدماء. السلام على المهتوك الخباء. السلام على خامس أصحاب الكسايا. السلام على غريب الغرباء. السلام على شهيد الشهداء. السلام على قتيل الأدعياء.
سلام ماه محرم، سلام ماه حسین، سلام راه سعادت، سلام راه حسین. سلام حسینیای عزیز، سلام مجدد عرض میکنم و افتخار بنده است که محضر شما هستم، محضر این امامزاده واجب التعظیم و لازم التکریم. خیلی اینجا حس نورانی و معنوی خاصی داره و توی این دل شب در این بارگاه نورانی، اونم ذکر امام حسین و شب سوم محرم، نعمت بزرگ خداست که به دعای شما حقیر لایق نبودم. به دعای شما، البته همت همکاران خوبم در شبکه قرآن، به ویژه گروه محترم معارف و علوم قرآنی شبکه و دوستان خوبم در اداره اوقاف و امور خیریه استان و شهر مقدس قم این اتفاق افتاده و ما خدمت فرزند حضرت ابوالفضل عباس هستیم با افتخار. ضمن خدمت حاج آقای رمضانی عزیزم هستیم و داریم لذت میبریم از فرمایشاتشون. دو شب گذشته پیرامون یک موضوع مهم، یک کلمه سه حرفی ترس صحبت کردیم که این کلمه خیلی کوچولو یکی از عوامل شکلگیری عاشوراست بدون تردید. و البته امروز روزم باید ما خیلی توی گفتار و رفتار و پندارمون دقت بکنیم این چه جایگاهی تو زندگی‌های ما داره و چقدر ما رو تونسته محروم کنه از فیوزات و برکات و از اونجایی که باید بهش برسیم. به نظرم تبیین میکنن بیشتر استفاده میکنیم. آقا سلام علیکم و رحمت الله. سلام آقای من. عرض تسلیت مجدد، خوش آمدید. زنده باشید انشالله. من هم به شما تسلیت مخلصیم. عرضم حضور شما که شب سوم محرم طبق یک رسم دیرینه همه میرن در خونه 3 ساله ابو عبدالله. ما یه هیئت داریم، هیئت متوسطه واسه رقیه، از بچگی اونجا ما قد کشیدیم و رشد کردیم و خیلی خودم شخصا خودمو مدیون محبت های این بیبی 3 ساله میدونم و آره مدیونشون هستیم. فضای برنامه امشب ما هم به ذکر و نام و یادشون معطر و متبرک هست. معطرتر شده به لطف دوستانمون که یک هدیه‌ای رو آوردن و من احساس کردم حضرت رقیه خیلی ویژه به ما نظر دارن. به یاد خدا و اهالی یاد خدا پرچم روی گنبد مطهرشون هست. آره الحمدلله رب العالمین. خاصیت عشق سرایته. هرچی شدیدتر بشه سرایت بیشتر پیدا میکنه. عشق به یوسف عشق به پیرهنشو میاره. آخه آفر این پرچم از قله محبت حضرت رقیه سلام الله علیها محبت ما به این پرچم سرایت کرد. اگر عاشق تر بشیم مردم تو خیابون رو هم دوست داریم. میگیم اینا هم یه اتصالی به این بزرگواران دارن. ما چطور در حرم رو میبوسیم؟ بعد میگیم ما در که جواب محبت تو رو نمیده. میدونم من در رو میبوسم، با صاحب حرم طرفم. تو خیابون هم به کسی که محبت امیرالمومنین تو دلش راه میدم، اما با او طرف نیستم. او که از در حرم کمتر نیست. گفت دل به غم داده و بی دل شده ام. شب سومه. به رقیه متوسل شده ام. او مفاتیح الجنان همه است، نازنین پسر فاطمه است. همه عشق در او جمع شده است، همه پروانه و او شمع شده است. شب سوم خیلی خیلی بزرگان علما مراجع متوسل میشن به دامان پرمهر 3 ساله ابو عبدالله. توسل به ایشون رو فراموش نکنیم ان شاءالله همه حاجت جواب بشه. ببخشید عرض ادب کردم محضر شما. خب ما بحثمون پیرامون ترس بود و یک سوال چالشی به ذهن من رسید مطرح کردم. واقعا هم با همه وجودم سواله. اینکه شما فرمودید اول باید وارد اون محدوده ترس بشی در مقابل خدا و بعد جایی رو برای فرار کردن نداری، به این نتیجه میرسی، در آغوش خدا آرام میگیری و اونجا فضای محبت
و عشق شکل میگیره. و بعد من عرض کردم که خب این تقدم تأخرش نمیشه یه وقتی برعکس باشه، کسی اول خدا رو دوست بداره، متوجه عظمت و بزرگی او هست، خدا رو شناختی داره. مثال امام حسین رو زدم، امام حسین رو دوست میداره و میترسه از این که امام حسین خدا از او رو برگردونن و او رو دوست نداشته باشن، از این میترسه. این متا مرتبه بعدیه، اول نیست. قرار شد شما اینو تبیین. خواهش میکنم. ببینید، نکته اینه که من بعد از به دست آوردن بترسم که از دست بدهم. شما دارید این رو پیشنهاد میکنید، میگید بذار حالا دوست داشته باشم، منو نترسون. بعد که بغلش کردم، شیرینیشو چشیدم، هی منو بترسون که یه وقت از دستش ندم. اما آدما چطور عاشق میشن اصلا؟ چطور عاشق میشن؟ یکی از نقاط شروع وابستگی به یک نفر درک عظمت و بزرگی اوه. آره، شبیه اون چیزی که ما هی دوست داریم با رئیس رؤسا نزدیک بشیم. دقیقاً. که خدا فرمود من عزت رو در اطاعت خودم قرار دادم، مردم در این که به وزیر وزرا و مدیرا و اینا نزدیک بشن جستجو میکنن. راست. این حس حمایت خواهی از مدیر، این حس انحراف پیدا کرده حمایت خواهی از خداست. آدما گاهی اوقات به دلیل فقرشون عاشق دارا میشن و به دلیل ضعفشون عاشق قوی میشن. من میگم اگر عظمت درک بشه، یکی از نقاط شروع عشق خدای کوچولو دوست داشتنی نیست. آره، دقیقاً. پس من عظمت خدا رو میبینم، در برابر عظمت خدا احساس کوچکی و ترس میکنم و عاشق میشم. من فرار نمیکنم. حالا هی به شما بگن که این امنیت رو ازت بگیرم، میترسی که از دست بدی. آره. پس میشود با ترس هم عاشق شد، میشود با درک عظمت هم عاشق شد، بله. میشود با حس پناهجویی عاشق شد. من. پس میشه نقطه شروع من ترس باشه و عاشق باشه. بله. با مثالی توضیح میدم خدمتتون، فکر میکنم وقت نباشه ولی بله. توضیح میدم خدمتتون. پس این در واقع بیانتون رو با یه مثال دقیق تر میخواید تبیین بفرمایید، توضیح بدید، استفاده. خیلی ممنونم از این که دارین با همه وجودتون مثل من که 6 تن گواسم به فرمشد آژاست، شما هم دل میدید و استفاده میکنین. یه فاصله خیلی کوتاه میم، جای دوری خیلی نرین، تو رو خدا زود برگردین که استفاده کنین. بفرمایید. سلام خدا بر حضرت سید الشهدا، سلام خدا بر وجود نازنین 3 ساله ابا عبدالله حضرت رقیه و انشاءالله که زیارت این پدر و دختر هرچه زودتر نصیب و قسمت همه اون کسانی که آرزوشو دارن، زیارت با معرفتشون نصیب و قسمت همشون و هممون بشه انشاءالله. خب اگر صلاح بدونین ما بحثمون ادامه بدیم و به اینجا رسیدیم که فرمودین بله می شود اول جذب عظمت و بزرگی شد و بعد عاشق شد و بعد ترسید از اینکه او یه موقع ما رو نخواد و ناراحت بشه از دست ما، و میشه اول هم از ترس شروع بشه اصلا عشق. میشه توضیح بدید؟ ببینید، اگر الان تو این محیط امن که هیچ ترسی بر ما حاکم نیست، به ما بگن بیا بریم پناهگاه، ولی اون کسی که داره میگه خیلی آدم محترمی باشه، خیلی آدمی باشه که من باید حرفشو گوش بدم، با احترام میرم. 1 ساعت 2 ساعت 3 ساعت که میمونم کم کم کلافه میشه.
بعد از یه مدتی شروع میکنم غر زدن. اگر او اومد گذاشت بریم ما بیرون، یه کمی غر میزنیم ولی رد میشیم. اگر نگذاشت بریم بیرون، آخرش اعتراض میکنیم و منت میذاریم سرش. من به احترام تو اومدم بیرون، چه خبر بود مگه؟ آدمی که به پناهگاه دین بیاد ولی بدون حس ناامنی، یه روزی طلبکار میشه، یه روزی منت میگذاره. دین براش میشه پیشنهاد نه ضرورت. عجب. اما اگر خدای نکرده اینجا جایی باشه که علت دوام ممکنه که اینجا یه موشکی بخوره، اصلا به شما لازمه پیشنهاد بدم بریم پناهگاه؟ نه. میگردی التماس میکنی که بریم پناهگاه، میخوان بیرونت کنن میگی نه، این اون عشقه. چون از تو دل ناامنی رسیده به این امنیت. ای والله. آقا من یه وقتی تو یه برنامه این مثال رو زدم، فکر میکنم الان جاشه. شب حضرت رقیه سلام الله علیها است، گفتم از بچم مثال بزنم، بچم رو به امام حسین بسپرم. ما علی جون رو وقتی برده بودیم مهد، خدا حفظش. اولش خیلی میترسید. آره. برای همین به دامن مادرش خیلی چسبیده بود. میگفت باید با من بیای تو کلاس، یعنی باید با من تو کلاس بشینی. و مادرش واقعا یه مدتی تو کلاس میشست. بعد از اون یه کمی انس گرفت با بچه ها، دیگه اون ترس رو نداشت. یه کمی هم معلمه خوشش اومده بود. به مادرش گفت دم درم بشینی اب نداره. بعد از یه مدتی خیلی رفیق شده بود، اصلا به عشق دیدن رفیقش میرفت مهد. به مادرش میگفت برو تو حیاط واسا. وقتی که تمام ناامنی ها تو مهد توش از بین رفت، یه روزی من خودم رفته بودم دنبالش، داشتم میآوردمش خونه، گفت بابا میخوای از فردا خودم برم بیام؟ الهی. آدمی که رفیق بشه با کسی که نباید رفیق بشه، آروم آروم به خدا میگه دلت خواست تو حیاتم به چرخه نداره، خیلی به من نمیخواد نزدیک بشه. بچه تو مهمونی وقتی احساس ناامنی میکنه میچسبه به مادرش. آره. گاهی اوقات مادرش میگه بابا من یه قدمیتم، برو عقب‌تر. میترسم. ماها خیلی رفیق شدیم با دنیا. ناامنی های دنیا دیگه نمیترسوند ما، نارفیقی های دنیا نمیترسوند ما. به خدا گفتیم که خدایا تو پیشنهاد خوبی هستی ولی ضرورت نیستی. نباشی هم مگه زندگی ترسناکه؟ این که بابامه، این که مادرمه، این که دوستمه، این که ماشینمه. یه دفعه میبینی هیچی ترسناک نیست تو عالم، خدا رو میگه برو به کارت برس. انسان ها تا نترسند به دامن خدا پناه نمیبرن. خدا براشون میشه پیشنهاد، لطف کنن به خدا بیان تو عالم دینداری، منتش سر خدا میذارن. بعد یه چیزم به ذهنم میرسه، راست میگید، این که عشقی که با ترس شروع بشه دیگه همش اون عشق مأمن و پناهگاه توه. ولی عشقی که با عشق شروع بشه نه بدون ترس، حالا با عشق رو شده ولی من میترسم عشق از من رو برگردونه، معلوم نیست یه عشق بالاتری جذابتری بدن سراغم نیاد. یه دفعه دیدی رفتم دورامم زدم، در دل ناامنی زیاد امنیت درست میشه.
در دل ناامنی زیاد عشق به پناهگاه درست میشه. دارم میرم کربلا. من فکر میکنم همه کسایی که به امام حسین علیه السلام میگفتن نرو میدونستن که 1 ساعت بعد از اینکه خودشون شهید میشن امام حسین هم شهید میشه. برای 1 ساعت زنده موندن امام حسین علیه السلام این همه آدم چرا دارن دست و پا میزنن؟ آخه نمیدونم میتونم عرضمو برسونم یا نه. ببین من اگه بدونم که امام حسین علیه السلام 10 دقیقه بعد از من کشته میشه میگم خب چه فایده ای داره فداکاری من؟ 10 دقیقه. ولی اگر من امام حسین علیه السلام پناهگاه هم باشه، لحظه ای فکر کردن این که این آدم نباشه منو آزار میده. اینه که میبینید که همه دارن تلاش میکنن امام حسین علیه السلام فقط 1 ساعت بیشتر زنده بمونه. میدونید ایمان رو من میخوام تشبیه بکنم، میگم یک بچه‌ای بین همه کسانی که میخوان بهش صدمه بزنن گیر افتاده، چقدر احتیاج پیدا میکنه به یک عموی قدرتمند. ابوالفضل علیه السلام که ما توی خونه بچه‌شیم ایمان رقیه است. امام حسین علیه السلام ایمان رقیه است. ما این که میتونیم بدون امام حسین زندگی کنیم چون ناامن نیستیم که. یه دفعه بهت خبر بدن که خونت آتیش گرفته، اولین چیزی که به ذهنت میرسه اون چیزیه که بیشتر از همه از او امنیت میگیری. آره. مثلا هیچ وقت فکر نمی‌کنی وای استکانامم یعنی شکسته؟ نه. ما از نداشتن امام زمان علیه السلام احساس ناامنی نمی‌کنیم. فکر می‌کنم جزء آدمای غیر ضروری زندگی ما. پناه بر خدا از این که خیلی از ما اونقدری که الان به فکر استکانای خونه هامون هستیم فرمودن دیگه، گفت شما فرمایشتون تموم شد؟ خیلی ممنون، خیلی حظ بردم. من دویت بخونم خداحافظی کنیم. گفتش که اگر دلهایمان تاریک و ظلمانی نمیگردید، امامت هم عیان میگشت و پنهانی نمیگردید. به قدر تشنگی گر تشنه امر فرج بودیم، خدا داند فرج این گونه طولانی نمیگردید. اصلا تو باغ نیستیم. خودمو میگم مثل خودم. ببخشید. فکر کنیم به این فرمایشات حاج آقا تا فردا شب.